but maybe we reserve our talk for safe spaces. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به چنل خودتون، به چنل ارچیا گیم شو. و بالاخره رسیدیم به پارت ششم بازی گاد آف وار رگناروک نسخه والهالا که اگه یادتون باشه داخل پارت قبل که پارت پنجم بازی بود دیدیم که از این در دوباره از این در به اون در، از این در به اون در، انقدر از این در به اون در رفتیم که میشد باشه رپی بسازی. حالا بعدش دیدیم که فایتو ناجوان مردانه ای بود که خودتونم واقعا شاهد بودین، خیلی فایتو بدی بود، نه هیل داشتیم نه ریج داشتیم، اصلا یه چیز بدی بود. حالا با هزار بدبختی گذروندیمش. چون حالا پارت قبلم طولانی نبود زیاد توضیح نمیدم. لیتس گو، بزنید بریم واسه شروع بازی. خب از اینجا میریم بالا. سری قبل اینجا شروع شد. هم بریدامون هم دستمونه. خب همین اول نباید اچه شانس نرو فدا سرتون. منه میزنی؟ خود راحت خب از این درم بریم تو دوباره وارد جهان دیگه. بچه ای سری ای در استفاده کنیم شانسمون رو بزنیم. این در چیه؟ نگاه کنه فقط چیزه. من از اینا بدم میاد. امون نمیده به ما. بیا اصلا و ابدا بیان جلو. حالا اوفش جونم به این ریج به این اتک. خب یکیشون رفت. وای پوش سر منه که چرا ریج همین الانه بزنیم. وای اول کاری خیلی بد شد، ولی نباید توی در می اومدیم. لامصب چی بدی بود، ولی تقاصشو سرش در میارم. خیلی عجب. تمام نصف شد، قشنگ ردیف شد. بمون خب اینجا فایتی نداریم. خب این سری هم از این در بریم تو. شانسمون رو اینجا امتحان کنیم که ای کاش نمی اومدیم این تو. خب همین اول کاریه. آرسه زیبا. اوه چی کار کردی تو کریتوس؟ اوی سرمونم انمیه و یه آرسه دیگه. یعنی عجب چیزی شد این فایت. اوفش
تو از اینا دلت میخواد؟ از اینا دلت میخواد؟ هرچی انمی بود رفت تو فنا. این بالا چقدر قشنگ و شیک و مجلسی. این سری هم از این در دوباره گیری کردیم. این هم در مثلثی. ببینم این چجوره. وقتمون خوبه بده. تا اینجا که خوب بود. حالا چرا انقدر باده بیا اینجا بینم. عجب عجب عجب. چقدر این مپ بسم آشناه. ای بابا ای بابا. من از این خوشحالم که تو اومدی بیرون فقط. بیا عقب بیا عقب. نگو دوباره رفتی. ای بابا. اوضاع خیلی خطریه. بزن آرسه رو برم. نکشتش آرسه اینو. عجب جونی داره ای. همش تقصیر اینه. هرسمونو در آورد بیرون. ها یکی پایین یکی اینجا. این دیگه چجورشه؟ اینجوری اینو بزن. خوب شد. اینا رو فقط باید یه بپری بالا سرشون. یا بریم پیش رفیقه. یا بریم پایین. اینجلو خوب موقعیتیه.
یه فایت درست حسابیمون هم با هم شد. اومد صاحبش اومد. صاحبش اومد. چون بپر پایین فعلا باید اینجا بزن در روه. بزن در رو. برو کریتوس میدونستی خیلی دوست دارم. فقط اگه بری از اینا بدم یا وای بر من. خب بچه ها این پارت هم به پایان رسید. امیدوارم که از این پارت خوشتون اومده باشه و همچنین از پارت قبلی که واسهتون گذاشتم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. نظراتتون هم حتما داخل کامنت ها واسم بفرستید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.